Где-то килограмм. الکساندریا اساس پارتو الکساندریا هم نبرده. چرا بند نبود؟ تو اونم بند نبود که با میذاشتی بهش بزنه این همه پاک همه چنگ هم دست یه بار رد بشه il est un peu, ouais. L'espace. دوربین شما رفت چطور رفت؟ چیزی میخوای بدی؟ چون همه میدونستن خدیده بدی میتونستی طلا بدی آره نشد خستم بیاییم نداره بابا فدای سرت اصلا ناراحت نباش عکسی بگه که شادی کنی فدای سرت بابا بیا اب نداره اولین بار همین تنجمه تموم شد تو اول میشه شد خدا چقدر 2 دقیقه آخر موندی خدا بوده چیکار کنه اخداری می‌خواستم باید پوان میگیره با اخدار اونا چیز کردن به جای که تو کار کنی اخدارمش در برابر میدم اختار جلوی کی پشتشو رو چنگ هم صورتشو شما حتما استفاده نباشه
آقای دکتر ملک محمدی سلام، خسته نباشید. یه توضیح بدید در مورد مصدومیت قادریان. به نام خدا. خب آقای یوسف قادریان قبل از اینکه مسابقات شروع بشه خب یک آسیب‌دیدگی از ناحیه پشت ساق پاش پیدا کرد. بلافاصله به خاطر اینکه بافت نرم سونوگرافی انجام دادیم. در سونوگرافی یک آسیب‌دیدگی پارگی که در خون داخل جمع شده بود در ابعاد 4 در 4 سانتی متر بود که بلافاصله در فدراسیون پزشکی زیر گاید سونو تخلیه شد، هماتوم تخلیه شد و بلافاصله PRP واسش انجام شد. میتونم بگم که تقریبا تا 15 روز به شروع مسابقات مونده بود، فقط ایشون بالاتنه کار میکرد، روی سیستم قلبی ریویش کار میکردیم، ولی واقعا 15 روز آخر فقط رفت تو تشک و تمرین کرد. و مسئله بعدی متاسفانه توی یک مشکلی که اصلا توی مسابقات این دوره وجود داشت این بود که پزشکو نمیذاشتن بره در کنار تشک حضور داشته باشه و یک آسیب‌دیدگی خیلی شدیدی روی صورتش، ابروی ایشون اتفاق افتاد که دقیقه 4 فکر میکنم 4 خورده‌ای بود که این حادثه اتفاق افتاد و متاسفانه اونم مزید بر علت شد و این دوتا قضیه دست به دست هم داد. و حالا نه که بخوام من توجیه داشته باشم، بچه‌ها همه از دوستان منن، همه از دلاورای کشورن، ولی واقعا من فکر میکنم آسیب دیدگی‌های آقای قادریان یکی از مهمترین دلایلی بود که نتونست اون توقعاتی که ازش میرفت رو برآورده کنه. هم پارگی صورتش که حالا توی فضای مجازی حالا عکساش هم حالا هست و خیلی‌ها دیدن واقعا چه آسیب‌دیدگی داشت که 26 تا بخیه روی ابروش ما زدیم و خب اون مسئله پشت عضله پاشم که مدت‌ها باش دست به گریبان بود. خیلی زحمت کشید، فقط من ناراحتم که نتیجه زحمتاشو نگرفت. انشالله در مسابقات بعدی بتونه که نتایج بهتری رو بگیره. ممنونم، مرسی دکتر. آقای شهریار علیزاده آقا ما آقای دکتر ملک محمدی پزشک تیم هستن. شهریار دو اسم هست آقا عبدالولی آقا پشتگیره آقا سید مصطفی صالحی زاده، آقای حسین نوری، دست درد نکنه، انصافا زحمت کشیدیم ما. خوشحالیم از حضور شما. علاوه گرایی که آقای دکتر امیر ساسان، سلام. شهاب گورجی آقا ربی بزرگسال، سنگین وزن ماسای گورجی، آقای دلیریان سرپرست تیم. سلام. داریم که حضور قوی شما و حضور با انگیزه و پرتلاش شما که برای ما افتخارآفرین هست، برای اطلاع نام ایران مفید بوده و مفید خواهد بود بدون تردید. قطعا در راستای تقویت دیپلماسی ورزشی این حضور شما و تلاش‌های خستگی ناپذیرتون حائز اهمیت و به عبارتی مکمل دیپلماسی نظام هست و نام ایران رو اطلاع می‌بخشه. امیدواریم که همواره افتخار آفرینی بکنید برای ملتمون. مهم حضور شماست و تلاشی که داشتید که تلاش سختی هم بوده. نتیجه هرچه باشه مهم این حضور شماست و از این جهت ما به خودمون می‌بالیم. امیدواریم که همگی خسته نباشید، هم عزیزانی که نقش مربیگری و سرپرست تیم و غیره و کمک کردن برای حضور این بچه‌ها. ما به رسم یاد بود و یادگاری البته برگ سبزی است تحفه درویش. تلاش‌های شما با این چیزا در واقع قابل ارزیابی نیست. منتها من باب احترام و ادای احترام به تلاش همه عزیزان و یک یادگاری کوچک هدایایی هست که خدمت عزیزان تقدیم می‌کنیم. بیرون پس جناب آقای محمد الیاسی،
بیاسی عزیز که امشب ما افتخار داشتیم خسته نباشید انشاءالله که مبارک جناب آقای محمد علی گرایی تکنیک خسته نباشید جناب آقای سعید عبدولی آقای عبدالبشیر عزیز شاهد تلاش‌های شما بودیم و جناب آقای یوسف قاریان قادریان جناب آقای حسین نوری جناب آقای صالحی زاده جناب آقای شهاب مورچلی سرپرست تیم جناب آقای سرمربی جناب آقای اشکانی علی کاتگوری کوچیک جناب آقای چمیانی مربی تیم جناب آقای اسفندیاری مربی تیم جناب آقای داوود نیرنگ جناب آقای دلیریان سرپرست تیم جناب آقای دکتر بنی تمیم هم که معاون فدراسیون و سرپرست خسته نباشید سالگی میدونم حسابی هم روان این دوستون شکرم جناب اگه اجازه بدید البته با کسب جزای دلیریان سفید ما هستن بزرگتر ما هستن علی آقا ببخشید با اجازهتون ما هم وظیفه داریم تشکر بکنیم از خود حضرت عالی مجموعه همکارانتون در سفارتخونه که واقعا از بدو ورود محبتشون شامل حال ما بود کامل کنار ما بودن و تشویق کردن حمایت کردن بسیار بسیار متشکرم جناب عالی همینجوری که شما فرمودید واقعا تیم جوانی بود از 8 نفری که اینجا حضور دارن فقط آقا سعید عبدولی و آقا یوسف قادریان بودن که تجربه مسابقات آسیایی و جهانی رو داشتن 6 نفرمون تجربه اول مسابقات جهانیشون بود و با تلاشی که از خودشون نشون دادن واقعا جایگاه دومی رو کسب کردن کار بسیار سختی بود ولی خب خوشبختانه این کار گروهی که انجام شد باعث خوشحالی دل مردم عزیزمون و مسئولین شد که ما هم خوشحالیم از این قضیه و جا دارم چون فکر کنم اولین جای است که رسمی صحبت میکنیم از تک تک عزیزان هم کادر فنی سرپرست تیم و همه عزیزانی که زحمت کشیدن خصوصا کشتیگیرا و مربیان زحمتکششون هم تیم ملی و هم شهرستاناشون صمیمانه تشکر بکنم. امتیاز اول کی بود؟ روسیه بود؟ چند امتیاز؟ فکر میکنم امتیاز داری زنی مشخص نیست. بله چون بالا ما مقام دوم داریم. بله. حالا این کادر مربیان الحمدلله جوانن بله. جانم. کشتیگیرا جوانن الحمدلله. خب آرزوی سلامتی داریم برای همتون ان شاءالله سفر بی خطری داشته باشید در عرصه‌های دیگه در کنارتون باشیم و افتخار کنیم ان شاءالله خسته نباشید ممنون از لطفتون. فوتبال دستی که تو محلتون بازی می‌کنی اون فوتبال فقط فوتبال دستی نیست. من تو زنجان که بودم فقط فوتبال دستی بازی می‌کردم. یه سال فقط به فوتبال دستی اومدم ایران آور شد. مثلا تو میگم فوتبال دستی بلدی آره؟ نه اداه نه خوبه مجید اینا دیگه نذاری یا اینا رو برای رسانه شهدای رسانه ای ما ای خدا نه این یرخی نیست اینو باید فنی بزنی این بازی ببین اینجا فرانسه هست ایران نیست که بزنی اینجا آروم نگاه کن با اینجوری هول میگیره هولیه محکم‌تر بچه‌های رسانه رو علی یه جوری روشونو کم کن دیگه فیلم نگیرن بعد گرفتی حسین نه نگران نباش دیر می‌کنی نه علی چرا نمیره
علی دالدان هول میخوایم ای بابا سعید هرچی توپه که داریم میدیم بیاد عقب اصلا نمیشه گرفت. رفت تو برگشت آقا دوربین هم داریم رفت تو برگشت نره تو سجاف این گله تو فوتبال دستی گل محسوب میشه فوتبال دستی اینجوری من این گلا زیاد میدن حسین تو با اونایی؟ من چی بلدی؟ کماستا که توپ مشکل دارم که بود آسی بردن آفریا حالا خودت کجا گل میزنه حسین آقا رو 3-0 به نفع تیم رسانه. این دو تا اضافه شدش اینم 4. به نام خدا چه حسین دیگه زد تو کار آراگیری. نه آخه این ببین من انگشتام چیز مشکل داره با این دستای این بلد نیستم بازی کنم بعد من جلو بازی میکنم بیا پاس مهاجم پاس پاس درست گفتی گفتم که پاس ولی نگفتی به کی پاس میخوای بدی. وای بد بسته اینجا بیشتر 2 ثانیه نمیتونی نگه داره قانون داره آسین شما نقشه چیه؟見た最初の授業はこの格やの。もうこれで単位や。ケイちゃん。あ、はい。おりゅうさん。はい。どれでしょう。症状いいです。あ、いやいや。はい、あれか。Würde ich mal los, dann ist in Bezeichnung mit. So ganz خب اینم لحظه ای که برای دریافت نام نایب قهرمانی جهان دریافت جام نایب قهرمانی مبارک باشه عنوان نایب قهرمانی در جهان به همه مردم pour l'hymne national de la Russie. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of the Russian Federation. Bofle, Bofle Gucci.
بخندی بابا گرفتم کامل مرسی بیا باشم